اطفال عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همه‌تان خوش و صحتمند آمده باشین. درس نوتان را گوش کنین. باز هم درس نو خود را با چی شروع میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب. درس نو شما حیوانات وحشی است. ما براتان تشریح کرده بودم که حیوانات وحشی در جنگل زندگی میکنند. این حیوانات بالای انسان ها حمله‌ور هم میشه. این حیوانات مثل شیر، زرافه، پلنگ، گرگ، فیل و روباه را شما در این ویدیو میبینین. حیوانات وحشی را وایلد انیمالز میگن. وایلد انیمالز. اولین حیوانی که براتان معرفی میکنم شیر است. شیر سلطان جنگل هم گفته میشه یا پادشاه جنگل. شیر به انگلیسی لاین میگن. لاین. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. و حیوان دومی را که میبینین به نام حیوان بزرگ جنگل یاد میشه فیل است. فیل. این یک فیل مقبولک خرترک است و به انگلیسی برش elephant میگن. elephant. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. و حیوان سومی را میبینین. این هم یک حیوان خطرناک است. پلنگ میگن برش و از پوست مقبولش استفاده های زیاد میشه. به انگلیسی برش leopard. 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 پلنگ. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. و حیوان بعدی بلند و مقبوله که میبینین زرافه است. ما شما برش زرافه میگیم. در جنگل زندگی میکنه و به انگلیسی برش جراف میگن. جراف. جراف. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. و حیوان بعدی که میبینید در جنگل گرگ است. گرگ هم در جنگل پیدا میشه، هم به شکل وحشی هم اهلی در بازخانه ها. گرگ به انگلیسی wolf میگن. wolf. wolf. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. و این حیوان روباه است. روباه در جنگل زندگی میکنه و گاهی در خانه ها و پنهانی میایه و مرغ ها را دوزی میکنه و میخوره. مرغ خوش داره. روباه را به انگلیسی فاکس میگن. فاکس. روباه. فاکس. و حال صدای حیوان را هم بشنوید. درس امروز شما همقدر بود. خدا کنه چیزهای نو از او یاد گرفته باشین. شما را به خداوند میسپارم. خدا حافظ.